من به خاطر اینکه به هر حال یه قسمت تاریخ بایستی عنوان بکنم، شما هر جور میخواید بگو اصلاحش بکنید. دوره‌ور سال 1971 تا 73 بایستی باشه. اون زمان هتل شاه عباس واقعا یه نگینی بود توی تمام هتل‌های خاورمیانه. افتخاری بود واسه دولت که بیاره اینجا رو نشون بده و این حرفا. ولی خب میدون یه پروژه‌ای بود بیشتر زیر نظر شهرداری. برای شهرداری اصفهان میدون مهمتر بود. بگذاریم که الان این عکس‌هایی که نشون میده که هیچ نگهداری ازش نکردن، همه چیز داره سرام خراب میشه. یعنی واقعا مثل یه طفل یتیم انداختنش اونجا و ولش کرد. بایستی یه قدم برگردم به عقب به خاطر دلیلی که پروژه میدان تولید شد. دکتر فرهنگ مهر مدیر عامل بیمه بود. به من توی یه ملاقات خیلی کوتاه گفت که گوش بده، گفت شاه دستور داده که این هتل شاه عباس رو ما مرمت کنیم به خاطر اینکه این قسمت جدید جلو هتل با قسمت قدیمی پشتش اصلا نمیخونه. یه عکسی دارم از روزی که فاساد طرف خیابون تموم شده و در واقع شاه اومده برای بازدید. فاساد رو نگاه کرد و بعد برگشت همونجا دستور داد، گفت که استاندار اصفهان اونجا گفت به شهردار بگین تمام این خونه ها رو بخرن، پول صاحباش هم خوب بدن بهشون، اینجا رو بکوبید یه میدون درست بکنید. تمام این چند میلیون آجری که روی نما پیاده شده، اینا دونه به دونه به دست این بچه‌هایی که کار میکردن تو کارگاه همه آبساب شد. کنار آفیس تهرانمون یه دونه حیاط کوچولو بود، اونجا رو من تبدیل کرده بودم به کارگاه آجر تراشی. یه مقدار آجر خریده بودیم گذاشته بودیم اونجا، این بچه اصفهانی‌ها میشستن با تیشه و اینا این دیتیلا رو که اسکچ میکردیم اونجا میچیدیم سر هم، بعد با نورای مختلف آفتاب امتحان میکردیم ببینیم سایه‌هاش چیه. یه اوستا حسن داشتیم، فامیلش نمیدونم چیه، اوستا حسن معمار هتل شاه عباس بود. قدش واقعا یه چیزی حدود 6 فوتی هم چیزا، بلند لاغر، و این عاشق این بود که با من کار بکنه به خاطر همین جزئیات و اینا. هی هر دفعه که من صبح وارد کارگاه میشدم میگفت آقای مهندس نقشه تازه چی آوردی برام. دوست داشت که این کار رو انجام بده و با عشق کار میکرد و کار من آسون بود، برای اینکه همون موتیفی که خودم توی هتل شاه عباس انتخاب کرده بودم همینو دلم میخواست که تکرار بکنم. منتها خب برای طرح خود میدون هزار یه جور فانتزی تو مغزم بود که
بایستی پیاده میکردم. اما اون چیزی که بیشتر از همه ارزش براش قائلم اون بازارچه زیرزمینه که یه مقدار از خونه های یزد و گودال باغچه و اینا، ولی این لغت ها البته لغت های بعض انقلابه که من خیلی دوست دارم. و این گودال باغچه توی تئوری مغزی من این بود که اونجا رو شهرداری فقط به فرش فروشا بفروشه، که بعد توی ذهنم فکر میکردم وقتی دور تا دور این زیرزمین فرش فروشا بکنن رو قالی بندازن اینها، یه چیز خیلی رنگارنگ و زنده درست میکنه تو اون بخش پایینی که رهگذری که از پیاده رو داره رد میشه توجهش بیشتر به این زیرزمین باشه تا به بالا. اون وقت به خاطر اینکه یه حالت خیلی به اصطلاح زیرزمینی پیدا نکنه، اون فواره وارونه رو بهش من میگم فواره وارونه، به خاطر اینکه اونم خودم دیزاین کردم که آب از بالا میریخت به صورت آبشار، که الان تو عکس ها میبینم مثل که متاسفانه جمعش کردن. خیلی چی میگن ریفرشینگ، تازه میکنه آدم تو هوای گرم اصفهان. بعد تو پیاده رو دوباره یه سنگاب گذاشتیم، یه چشمه سنگیه که این جزئیات کوچولو فکر میکردم خیلی کاراکتر مخصوصی میده به مجموعه. آجر برای من با ارزش‌ترین مسائلی است که در معماری ایرانی استفاده شده. من برای اینکه اصالت رو حفظ کرده باشم در هر دوربینم رو برداشتم، راه افتادم توی دهات اطراف و شروع کردم عکاسی کردن و یه مقدار رکورد تهیه کردم از خونه های دهاتی ها، برای اینکه دیدم که اصیل ترین تر از یه آرشیتکت نابغه نمیاد. اصیل ترین تر مال همین دهاتی است که این خونه رو به دست خودش نشسته با گچ و کاگل ساخته. این شرح خاطرات گذشته بود. امروز اگر به من یه همچین پروژه‌ای بدن، قطعا اون تر ایجاد نخواهد شد به چندین دلیل. یکی این که دنیا و زمانه عوض شده، یکی این که خود من عوض شدم. پروژه‌ای که یه زمانی ارزش خودش رو داشته الان افتاد اونجا، همه دارن میفتن روش که خرابش بکنن یه چیز دیگه بسازن. بنابراین زمانه که عوض میشه تاثیر میذاره روی هنر، روی معماری، رو همه چی.